سلام بچه ها، داریم میریم پیاده روی بریم عینک فریدم بگیریم. چون مانتوش خوشگله، گلگلی مورد پسند من، یا خالخالی یا گلگلی. بچه ما الان سبز میدون نشستیم یه مقدار استراحت کنیم، بعد بریم عینک فرید رو بگیریم. دستا شکسته بود برای تعمیر بگیریم. یه ذره جلوترم یه سری آدمای استندار، مرد استندار نشستن دارن بازی میکنن. اسم بازیشون رو گیلکا دوبنا میگن. حالا ممکنه جای دیگه اسمای دیگه داشته باشه. من جای دیگه ای ندیدم، یعنی وقتی اومدم رشت برای اولین بار اینجا بودش که دیدم. آقای پشت دوربین آخر نگاه میگه. براتون فیلم میگیرم بهتون نشون میدم. من عاشق این پارکم. حتی اینجا سبز میدونه، پارک نیستش ولی خیلی قشنگه. من خیلی دوستش دارم. از که باید بشین. بس اینجا یه مغازه مس فروشیه، خیلی کاراشون قشنگه. دیگه بزرگی. بچه یه چیزی که توی رشت خیلی پیدا میشه، یکی غذاخوریه، یکی بوتیک لباسه. الان این جایی که ما داریم میریم یکی از خیابونای فرعیه، پر بوتیک و مغازه و فسفودی و اینجور چیزاست. این ساختمونه چیه؟ یه مقبره است یا امامزاده است. ببینم چیه نوشته. آرامگاه استاد پورداوود. چقدر این خونه خوشگله. ماشینه ما رو درون نکنه. خیلی خونه خوشگله. چه نمایی داره عزیزم. عاشق این گلایی هم که از ساختمون میزنه بیرون. بچه این ساختمونه خیلی بزرگه. ماشاءالله، ماشاءالله
خیلی هم خوشگله. این خونه چقدر قدیمیه، نما آجوری، سقفاش هم از این چیزای چی بهش میگن، سفاله، کسی نمیشینه. فرید قیافش نمیخوره، یه حال کارگاهه یه چیزی. بغلیش چیه؟ بغلیش جدا از اینه، چه گوگولی کوچولوه. وای چه خوشگل بود. یکی چه اینا مدرسه است، 2 مدرسه توی کوچه آفخرا. آره اون چه اون مدرسه است. ببینیم یه ذره جلوتر ببینم مدرسه رو، چه خوشگله. اوه چه مدرسه ای، چه بزرگه. دبیرستان 17 شهریور. آره دودکشاشو. مدرسه خوشگل پشتیه. ساختمونه رو ساختن، یکی ساختمونش از این ساختمون قدیمی ها، دودکشای قدیمی خوشگلی داره. بچه داشتیم فیلم میگرفتیم از این مدرسه، چند نفر وایساده بودن داشتن ما رو میدیدن که چی داریم فیلم میگیرم. مثلا الان به اون میگن اینا کلا ندید بعدیدن بچه مدرسه خیلی قشنگ بود. 2 ساختمون بود، یه ساختمون عقبیش که تازه ساز بود، یه ساختمون دیگه هم داشتش. این خونه هم قدیمیه. یه ساختمون دیگه هم داشت که قدیمی بود، دودکشای از این آجوری سوپالیا داشتش. خیلی خوشگل، خیلی خوشگل. این هم ساختمونش قدیمی، چه ماشاءالله حیاط خوبی هم داره. چون محلش خیلی بامزه است. سید فخرالدین به خاطر این بوقه هست که میگن آفخرا. اونجا هم یه خونه بامزه بود دیگه، از این بر اومدیم. تو این کوچه هم یه کافه خیلی بامزه است. آره چی دیدم. چی میخواد بچه داره قور میزنه عزیزم. اینم قشنگ ساختمونش قدیمیه. اوه چه بزرگ هم هست. ولی هم دیگر رو میکشن اینجا. یکم قدیمیه، داغونه. اینا معمول انباره پایینش. آره بالا انبار چیزی رو باشه. ایشون خب بچه ها از کوچه پس کوچه ها سبز میدون اومدیم، داریم این وارد شهرداری میشیم. این کافه هم من زیاد تبلیغاتش رو دیدم ولی تا حالا نرفتم. نماش خیلی گوگولیه. شهرداری همیشه شلوغ. من از این لباس محلی ها خوشم میاد. دایره مهمان پذیره. کیف فروشی زده. چون پله داشت بکنم دایر بود. خدا پیش ببین
این چراغا رو ندیده بودش. چه خبره؟ رفت پایین پله. آب نما رو برای چی بستن؟ نداره دیگه. به نظرتون با این شلوغی ما جا پیدا میکنیم بشینیم؟ بریم یه ذره پایین تر شاید جا پیدا کردیم. چه خبر اون وسط؟ وسط رو بستن. صحنه جرمه. دارن کاشیاش رو درست میکنن. خب ما جا پیدا نکردیم بشینیم، چرا دیگه بیایم اینجا بشینیم؟ اینم جا. جا دستش که شکسته بود الان خوبه؟ آره. بازو بستش کن. خوبه؟ چقدر شد حالا قیمتش؟ 60,000 تومن. 60 تومن؟ خب خوبه دیگه. برای شاممون رفتیم نون فانتزی گرفتیم که بریم خونه فلافل بخوریم. فلافل. کاکل فلفل مامان کجایی؟ کاکل
کن. دوباره تخم کردی مامان. بیکار میشه تخم. نه تخم نداره تا فردا. ساعت 10:30 شب داره گرده. اضافه کاری بکنم.